سلام خواهرا، سلام ملت نمک نشنا. سغرا بیوتی هستم. میخوام امروز بهتون یاد بدم آرایش کنین. امروز عروسیه، باید بمالیم. ببینید طرف اومده میخواد بگیرتتون دیگه. آره خب من که فکر نکنم این در زندگی شما رو بدون آرایش دیده باشه، پس فرق نمیکنه. فقط امروز ما یه خود بیشتر میمالیم از دیروز، چون فردا امروز عروسیه. اولین کاری که میکنیم ما رومالی میکنیم. رومالی رو معمولا با فاندیشن انجام میدیم. خب اینجا خب اینا اینجا هست، اونجا نیستش دیگه. اونجا دیگه نمیدونم از همین چیزای چینی مینی استفاده میکنید. اینجا خب جنساش بهتره، مملکت کافرین. اینه که وردش خوب مالیدید چیکار میکنید؟ خب همه چیز سفید میشه، گونه‌هاتون رو از دست میدیم. چیکار کنیم؟ گونه‌هامون رو از بین میبریم. بعد چیکار کنیم؟ میریم گونه میسازیم. آخه مریضیم دیگه، درد داریم. چیکار میکنیم وقتی میخوام گونه بسازیم؟ خب باید از این چیز قهوه‌ای رنگ استفاده کنیم. گفتم اینجا ندارم، پس هم بهتره اسمش بدم. اینو برمی‌دارید خود اینجا میمالید. اینجا بهش میگن کانتورینگ. خب چون ما گونه‌هامون رو از بین بردیم، بعد دوباره باید گونه بسازیم. خب گونه رو که ساختیم، دو خود به پیشونیتون هم بزنین. چیکار میکنیم؟ بعد دماغمون هم باید درست کنیم، چون که من مطمئنم شما همه دماغاتون عددی عمل کردن، اما خب بازم گنده است. دکتر خاک بر سر گوش نکرد. هرچی گفتیم مایکل جکسونی بده، احمق گوش نکرد. چیکار کنین؟ خب اینو اینجاش میمالین، مایکل جکسونیش میکنین. اینجا یادتون نره ها، هرچی شما اینجا بیشتر بمالی این کوچیک‌تر میشه. اوکی بعد اینجا رو هم یه خود دیفاین کنین. گونه رو بین بردیم. بعد چیکار میکنیم؟ خب لپامون رو باید یه خود قرمز کنیم دیگه، بگیم ما خیلی ورزشکار هستیم، سالم هستیم. یه خود از این بلاشا، اینم مارکشو بهتون نمیگم، شما هم چینی مینیا بخرید. اینجا یه خود اینجا میمالید و که مثل عروس دهاتی ها نکنید خودتونو. اگه شد اب نداره دیگه. بعد خوب بلند کنید. سغرا بیوتی دوستان. خب اینه که انجام دادی، بعد چیکار کنید؟ سایه بعد استفاده کنید. سایه خب من میگم که دسته‌ای بخرید. از همین اول شروع کنید برید تا اون آخر مالیده برید، فرق نمیکنه. از همین رنگ اول شروع کنید، این برای زیر ابرو تا هم تیکه 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 همینجور بمالید تا سایه درست بشه. خب اینم که از این چیز سایه. بعد چیکار میکنی وقتی که اینا همه رو مالیدی؟ خب من باید چیکار کنیم؟ مثل لوستر باید برق بزنید. آره چتونه؟ دیوونه ای؟ نه والا. اینو برمیدارید بعد برق بزنید. برمیدارید دماغه رو اینجا شد برق بزنید که میگیم مثلا من خیلی روحانی هستم. اینجا رو میزنید و اینا هم باید برق بزنه. خب اینم که آره دیگه میشه دورم چیز لبامو ما خب باید 5-6 رنگ مختلف رو بزنیم. چرا باید 5-6 رنگ مختلف بزنیم؟ نمیدونم، فکر کنم مرض چیزی داریم، چون یه رنگ کافی نیست. دیگه درد قصه دیگه زندگیمو نداریم. 7-10 رنگ همجور رو هم دیگه میزنیم چون بیکاریم. خب همینجا 7-10 رنگا رو هم بزنید. بعد ماتیکرم که زدید، خب یه نگاه میکنید با خود میگیم به به و چه خوب مالیدم به خودم و اینا. خب روز عروسیه. بعدش دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ بعد این که تموم شد یه خود از این پودرای سفید، اگه ندارین همه آرد برنج و آرد و گندم اینا میشه ها. یه خود اینو روی این میذارید که یه خود از این که اینا که مثلا قرمزه یه خود عبین بره، اوورال بهش میگن. خب اینم میزنید و هیچی دیگه. بعد نگاه میکنید میگی اینو چطور زدم همه گناهام رفت. دوباره چیکار میکنی؟ خب من گفتم مرض داریم، باز دوباره برم داریم روی اونی که بین بردیم دوباره باز یه خود دیگه میمالیم. اول بین میبریم بعد میمالیم. چه زیبا شد. اینا دیگه مارکشو بهتون نمیگم چون اونجا شما نمیتونید اینا رو بخرید. ایف سان لورنته. اما اونجا دور لاله‌زار من مطمئنم چیزا چینی مینی پیدا میکنید میمالید دیگه. آره دیگه دوستان، تا میتونید مالیده برید و هی بمالید. من که میگفتم من مطمئنم این طرف نه شما رو بدون آرایش دیده و خواهد دید در زندگیش. حالا به خودتون میگی که خب ما اینا همه رو مالیدیم به خودمون، فردا صبح چجوری بدون آرایش؟ من میگم که والا 2 راه داره. یا طرف رو بیهوش کنی، یه قرص خواب مبری چیزی بندازی تو غذاش شامش که فردا صبح اصلا پا نشه که شما رو بدون آرایش ببینه، وگرنه خب خیلی افتضاح میشه، طلاق کشی میشه. یا که اصلا حموم نرید.
آره، یه ماه هموم نرید. بعد یه ماه هم اصلا بگی میدید چی، اصلا راضی نیستم طلاق میخوام، مهریتون رو بگیرید تا شوهر بعدی. آره دیگه، دیگه چیکار میکنم اگه، چون همین دیگه راه دیگه ای نداره. اگه شما راه دیگه داری بر من بنویسید sughrabeauty.com. فداتون بشم دوستان. ایشالا که از برنامه آرایش من خوشتون تا میتوانید بمالید و مالیده برید و هیچ نگرانم نباشین که چه ابروهاتون هم یادتون نره. یادم رفت بهتون یاد بدم، حالا دفعه بعدی ایشالله. هیچی دیگه، اصلا شما تو سالن عروسی با همین براشه را برید، با بلاشه برید که یه وقت خدای نکرده گناهاتون نیفته. چون این گونه ها رو ما گفتم برد بین بردیم، بعد دوباره ساختیم، باز دوباره بردیم، بعد دوباره ساختیم.